آمين. والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اما بعد، امروز که باشد دوستان عزیز، بنده کمی وقت یافتم خواستم در یک حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اگر چند حدیث کوتاه هم باشه، برای من و شما یک بیداری میدهد، من و شما را بیدار میکند که از خواب غفلت برخیزیم و در بابت این حدیث کمی تفکر داشته باشیم، کمی اندیشه کنیم پیش از آن که دیر می شود. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه، پسر حضرت عمر، صحابه هست که بسیار با پیامبر تقلید میکرد. حتی این عبدالله ابن عمر اونقدر جوان زیرکی بود که بعدی که پیامبر از دنیا گذشته بود، در جایی که پیامبر می نشست، عبدالله ابن عمر سفر میکرد بر همون مکانی که بر همون راهی که گذرگاه بود و جایی که پیامبر نشسته بود می نشست. در جای پیامبر سرشخم میکرد، عبدالله ابن عمر هم سرشخم میکرد. یعنی اونقدر تقلید پیامبر میکرد. همین جوان زیرک، همین جوان دانا، بسیار حدیثای زیادی را از پیامبر بعد عبدالله ابن عمر رضی الله عنه و ابو هریره رضی الله عنه، سومین شخصی است اگر خطا نکنم عبدالله ابن عمر است که حدیثای زیاده از پیامبر روایت کرده. همین جوان زیرک و دانا پسر حضرت عمر رضی الله عنه میگوید روز در نزد پیامبر بدم، پیامبر میگه دستی مبارکش در شانه من گذاشت و گفت ای عبدالله، کن فی دنیا کانک غریب او عابد السبیل. ای عبدالله، تو در دنیا خودت طور تصور که غریب هستی یا یک آدمی گذرنده ای که در ره می رود. یعنی ای عبدالله، تو در دنیا خودت مثل غریب حس کن. عزیزان دل، امروزه بسیار مردمی که دور از وطن غریب است، غریبی را خوب میدونه. بعض کار کرد در انجامش کمی اون کار انجام میده، کمی دیگهش مونده است، لیکن در فکر شما است که ما تیزتر این کار را کنیم و وقت بود شوه و سفر به وطن کنیم. یعنی هممون قریب که فکر ما به وطن است، تشویش مو در وطن خود ما هست که به وطن بریم. انا همین مؤمنم در دنیا خود چه طور تصور کنه که در این جمع ابدی نیستم. روز ما سفر میکنم و خانه آخرت میرم، باید ما توشه او جمع تیار کنم. و همین خاطر این سخن پیامبر ده اگر ما کمی تفکر کنیم، کمی به خود بیاییم، اونقدر انسان به خود میاد، اونقدر از پای توشه خود میشه که حد کنار نداره. همین خاطر یکم نصیحت کرد که تو در این دنیا مثل غریب تصور کن. یعنی فکر نکن که تو ابدالآباد در این دنیا میمونی. عزیزان دل، امروزه اگر شما اون بنده های را نظر کنید، اون انسان های را نظر کنید که وقتی کارشی کار میکنه، وقتی عبادت شید عبادت میکنه، نمازش میخونه، مالدار باشه زکاتش میده، وقتی روزه شید روزش میگیره، جای برادری شید برادرش حرمت میکنه، مسلمان دوست میداره، دشمن الله را دشمن میدونه، عقیدهش درست مینه، شما بفهمید که اون برادر علاقه خودش غریب هست که در دنیا. بفهمید که انسان از این حدیث پیغمبر برخورداره. او انسان میفهمه که من در دنیا ابدی نیستم، ما باید که توشه آخرت داشته باشم. برعکس هم چنین است. یعنی اون انسان را که نظر کنی با نماز آشنا نیست، یعنی که نماز ماها دست نمیخونه و روزه هم نمیگیره، پای دنیا میدوه و حلال خدا را حلال هم نمیدونه، سواد نداره، عقیده درست نداره و دوست دشمن فرق نمیکنه، بدونه که اون انسان انسانی است که هیچ تصور نکرده از غریبه.
اون انسانی هست که تصور کرد که در این دنیا ابدالآباد میمونه. رنگ امروز چگونه کافرها و منافقا که برای دنیا شده از بحر دین میگذرن، همیشه ضربه بر دین میزنن، مثل اونها هستند. و در دوام صحبتش پیامبر چی گفت؟ او عابد السبیل. یا خطا تصور که یک آدمی که میرود در تا یک، و مثل امروزه بگیم تا یک درخت، تا یک سویگی در کمی میشینه با سفر میکنه میره، خطا مثل همو فکر کن. یعنی آدم کمی دم میگیره بود با میخیزه سفر شد و در رفتن میگیره. با خاطر که عزیزان دل نگاه کنیم، ما از مادر یکم کس ای مادر یک باره 1 ساله یا 3 ساله یا 2 ساله تولد نمیشه. همه از مادر خرد معده تولد میشن. لکن رفتن ما این گونه نیست. این رفتن ما ایت نیست که همه پیران سال شو بعد از دنیا برای، این گونه نیست. یعنی نگاه که یک کودکی از 9 6 ماهه، کودکی از 2 ساله از دنیا میره، یکی از که 70 رفته از دنیا میره، یکی از در 50 از دنیا میره. یعنی رفتن ما چی نیست؟ گفتی رسو که با پریت که نیست، لکن آمدن ما با پریت که. به همین خاطر عزیزان دل، ما در این دنیا خود ما یک رنگ آدمی که یک سویگی کمی دم میگیره سفر میکنه، مثل همون خود ما چکو کنیم در این دنیا تصور کنیم. عزیزان دل، این حدیث پیغمبر به من شما چی خبر میدهد؟ یعنی چی خبر میدهد؟ یعنی این خبر میدهد که وقتی یا برادر میگی که این کارای تا کند کار، این کارای این گناه کند کار، ای میگه در این رسی من غریب هستیم، مقدسیون نیستیم، سر تخم کو، کار تا بکو، مبلغ تا جمع کو، بخی به وطنت برا پیش پدر و مادرت. در اینجا ابدی نیستی. فقط اینجا با چند کسی که کار میاد، این کافرها پروای من تو ندارن، همین روز کار کنه تو ای کار سر بینه با پگه یک کسی گره. یعنی علاقه این انسان میفهمه که من در اینجا غریبم. انمی دنیا در مومن حقیقی خچه باید همین تا تصور کنه. یعنی تصور کنه که من غریب هستم، من ابدی نیستم. به همین خاطر وقتی که این نصیحت پیامبر گرفت عبدالله ابن عمر، از نزد پیغمبر داخل شد، صدا کرد به مردم، گفت ای مردم، اون کسایی که در بیگاه خداوند رسون تو، شما تصور نکنید که تو سحر زنده هستی. یعنی خداوند که به بیگاه شما را رسون، تصور نکنید که یقین من تو سحر زنده هستم. و اگر هر کسی که به سحر زنده باشه، یقین نکنه که ما تو بیگاه رو زنده هستیم. یعنی مرگ هر لحظه شاید به بالای من شما بیاید. به همین خاطر عزیزان دل، علما میگن که مسلمان باید عجله نداشته باشه، یعنی که سراسیمه کار نباشه، مگر در چند چیز. یکی از اونها توبه هستند. توبه هستند. به همین خاطر همین انسانی را که در دنیا خودش غریب حس میکنه، همیشه توبهش ایدش نمیره. توبه این نیست که فقط دست برداری. یعنی انسان مومنی که خودش علاقه غریب در این دنیا حس کرده است، همین گناه کنه، گناه یک که از او سر بزنه، در را به قلبش از همون کار پشیمونی میاد، به همون کارش ایزا میکشه، زیق میشود که من چون همین کار کردم. به چی خاطر همون زیقی پریشانی در قلب همون به چی خاطر میاد؟ به خاطر که او آدم خودش در این دنیا غریب حس کرده. او انسان در فکریه که همین لحظه یا لحظه دیگه مرگ شاید به بالای ما بیاید. وقتی که انسانی که خودش غریب حس نکنه، مثل این حدیث پیغمبر، او انسان پروای توبه نداره. امروز بعضی انسان ها را نظر کنید، پروای توبه نداره. حتی ما در یک چند سالها پیش بود، وقتی که طرف کلاب همون بگیم که جای سناتوری برای معالجه رفته بودم، مثلا که برای همین بیماری بدن چیو، همونجا رفته بودم، یک مرده که کلون سال بود، الله برکتش ده، حاجی شده بود، خداوند مالدارش کرده، ثروتمند بود. او را یک رفیقش وقت زیارتش اومده است که بعدی که از حج برگشته است، او رفیقش زیارتش اومده است نزدش، گفته است کجا حج رفتی؟ خیلی گفته است خداوند مالدارم کرد، آخه حج رفتم. آخه گفته است در جوانی خودت جهنمار کردی. من نفهمیدم معنی گپی را. با گفتم اکا چخه اکا جهنمار؟ گفت اکا مقصد او که حالی قیدگاه می استودی، گناه میکردی و قیدگاه زنا میکردی و عرق میخوردی، بعد میرفتی توبه میکردی، بعد میرفتی میشتی و توبه میکردی و ندامت میکردی. نعوذ بالله، نعوذ بالله. نگاه کن، این
یکی از سبب‌هایی که امروز ما در دنیا خود ما غریب حس کردن میتونیم این می رفیقای بد هستند. برای خاطر در دنیا اگر بخواهی خودت غریب حس کنی، آخرت فراموش نکنی، یکی یا نماز ایت قضا شد پشیمون شد زیق شد در اون نماز قضا شد بداری، حق مردم نخری، حلال خدا را حلال بدونی، حرام خدا را حرام بدونی، مسلمان مسلمان بدونی، کافر را کافر بدونی، منافق منافق بدونی، بهترین قانون الله را بدونی، بهترین دین اسلام را بدونی، در این دنیا تخت غریب حس کن. انا برای غریب حس کردن که اکثریت امروز علم نداریم، شعور نداریم، انسان‌های را به خود دوست بگیریم که اونها در دنیا غریبانه زندگی میکنن، زبان راستگویی دارن، تقوا دارن، کج برای راستت میکنه، حق میگه برود، همیشه نصیحتت میکنه، در شکست ریس زندگی در برتای بسیار جوان مرد آدمی به توفیق در پنهانی و در ظاهری به تو خیانت نمیکنه. این گونه دوستا را برای خودتون وقتی که پیدا کرده، شما در دنیا خودتون مثل یک غریب تصور میکنید. وقتی مثل یک غریب تصور که من شما بنده محبوب الله قرار میگیریم، حالی من شما در دنیا بسیار دعوا میکنیم، اکثریت می دعوا را داریم. خود هر یک مسلمان را از کوچه سوال که همه ممتعیم الله دوست میداره، هو من الله دوست میدارم، پیامبر دوست میداره، هو من دوست میدارم. یکی شرط یک سوالی هست، یک شرطی هست، آیا هر کسی با خودش بار پرسان که الله تو دوست میداره، پیامبر تو دوست میداره؟ تو دعوا میکنی آیا تو فکر کردی الله تو دوست میداره، پیامبر تو دوست میداره؟ شرطی که الله و پیامبر دوست بداره الله در قرآن گفته است. برای نصرانی ها گفتن عیسی را ما بچه خدا میگیم، نعوذ بالله. الله گفت که وقتی که عیسی را دوست میداره، الله دوست میداره، چیکار کنه؟ پیروی از پیغمبر ما کنه، ای محمد صلی الله علیه و سلم کنه. به همین خاطر عزیزان دل، پیروی از پیغمبر، بعد ما محبوب الله قرار میگیریم، بعد ما غریب حقیقی میشیم، در مال مخصص نمیشیم، در صدقه ریاکار نمیشیم، در توحید شرکیات در دست نمیزنیم، همیشه راز نیاز ما پیش الله میگیم. اون کسایی که امروز پیش مخلوق گردن کج کردن، اون کسایی که امروز در مخلوق هم میزنن، اون کسایی که امروز در زندگیشو کمتر شکست بخورن، با مردم رو میکنن خدا را فراموش کردن. به چی خاطر سببش اینه که اونها خودشون تا حال غریب حقیقی حس نکردن. غریب حقیقی کسی را میگن که خودش میدونه که او را کی آفریده است؟ الله آفریده است. برای چی؟ الله در سوره زاریات اگر خطا نکنم استعیذ بالله، الله میگه که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله متعال میگه ما نآفریدیم انسان جن را مگر برای که مرا عبادت کنند. مقصد از عبادت چیه؟ مخلصانه، محبت. اما عبادت مخلصانه را کی مینه؟ آدمی میکنه که در این دنیا خودش غریب حس کرده است. برای خودت غریب حس کردن اهل تقوا، اهل فهم گوش که تا که قلبت گشوده شد. امروز اکثری جامعه ما، اکثری جوانان، اکثری بگیم بنام تاجیک، چی پسر چی دختر، ای چی به گمراهی رفتن، ای محفل ها از مجلس های بد حرام. در گیجای اگر از قول الله قول رسول شود، اونقدر او را بد میبینن، اونقدر او را دشمن میتن. فرزند شما از این اولاد است، شما این گناه هستی. باری تفکر نمیکنه که آخی همه انسان منم انسانم، به خاطر خدا گفته هستم، لیکن در مجلس حرام و فساد بشینن، خیال میکنن که دنیا همه در دست ماست، آخرتشون فراموش میکنن. به همین خاطر عزیزان دل، طبق این حدیث پیغمبر کوشش کنیم فکر کنیم که ما در این دنیا غریب هستیم، یعنی غریب هستیم، باید هر لحظه ما غنیمت بدونیم. یکی از نعمت‌های بزرگ این حدیث پیغمبر که به عبدالله ابن عمر گفت که خودت تصور که در این دنیا غریب یا مثل آدم مسافری که در یک جا دم میگیره و با سفر میکنه، این است که آدم غریب هر لحظه وقت غنیمت میدونه، حتی از طلا و تنگه و پول و مال از همه ده وقت قیمته. اینا یک ساعت دست بته، اگر $10,000 هم بته، همون یک ساعتی که دست درف همون را برگردوندن میتونی.
انمی انسانی که در دنیا طبق حدیث پیغمبر چه غریب حس میکنن، وقتش غنیمت میدونن، بیهوده نمیگذرونن. امروز بسیار انسان هایی که وقتای خود رو بیهوده و به فساد میگذرونن، از چی سبب است؟ از سبب اینه که اونها تا حال خودشون غریب حس نکردن. فکر نکن که ما در این دنیا غریب هستیم، یعنی که موقت هستیم، در اینجا ابدی نیستیم. انا انسانی که وقتی خودش غریب حس میکنه، از این نعمتی بزرگ که وقت است، حتی الله متعال به وقت قسم خوردگی است، ولی عصر انا همین وقت خود رو غنیمت میدونه. هر لحظه شه، چی جوان باشه، چی میانه سال باشه، چی پیران سال باشه، عبادت شه میکنه، صدقه شه میکنه، روزه شه میکنه، حجش توانش باشه میکنه، با یک برادرش خوبی میکنه، ای دستش اومدگی توبه شه میکنه. در همه وقت غنیمت میدونه، مثل انسان های غافل نمی باشه. به همین خاطر عزیزان دل، در این روز فتنه به مثل باران میباره، از همه طرفا فحشا و فساد همه را فرا گرفته است. کوشش کنیم که این ایمان بردن کار آسان نیست عزیزان دل. الله شاهده، دور پیغمبر بهترین وقت بود، دور صحابه بهترین وقت بود، دور تبع تابعین یعنی که بعد شاگردای صحابه اومدن بهترین وقتا بود. اونقدر تقوا و علم پیشرفت کردگی بود، اونقدر عدل انصاف حلال خوری بود که حد کنار نداشت. لیکن بر زمین همون صحابه اونقدر میگریستن که از همون گروهی که پیغمبر منافق گفته باشه، ما از همون گروه نباشیم، ما از همون جمله انسان ها نباشیم، اونقدر میگریستن. امروز حرام و فسادی ها را نگاه که از همه طرف هم به مثل باران میباره. مردم با جای کمتر بیستن فکر کنند که ما در دنیا غریب هستیم، در فکر این دوادوی زندگی هستن، این دنیا آخرت فراموش کردگیان، مردن فراموش کردگیان. که چند سال بعد با یک خیش تاورش بم را با کمتر گریه کنن، از مردن خودش، از قبر خودش، از قیامت خودش پروا نداریم. اکثریت ما از ملا و قاری و طعامی و سرکرده هم قریب هم تشتگیم، در حالی که اونها او میگریستن. اونها را پیغمبر در زندگیش جنتی گفتگی بود، اونها بهترین انسان ها بودن، مال و جان خود را صرف کرده بودن، این میگریستن، هر لحظه و هر وقت غنیمت میدونستن. اونها خودشون غریب حقیقی حس میکردن، با برزم او گریه میکردن. امروز من شما را چی درد رسیده است در چشم اشک دیده نمیشود. با یک نماز روزه که داریم دست به کندک سینه میزنیم و خود ما غریب هم حس میکنیم در دنیا، خول میبینیم ابدالآباد میبینیم. برادرمو با برادرمو جنگ تیار نمیکنه، ملوش با ملوش جنگ تیار نمیکنه، زنش با زنش، جوانش با جوانش. این هر جمعه دروی یک جنگ های، یک گفت و نوشنی دایه ایش با اوش اتریتیک. این دیگه از همه دلت میمونه. کم انسان های با عقل و با شعوری میفهمیدگی یک گپ بزنه که اون برادری که خودش کار مینه بیفره میشه، مونده میشه بیچاره، گوش کنه عصبش آرام شوه، یک پیشرفت کنه هم در دینش هم در دنیاش. کم انسان. برای چی؟ برای که خود ما غریب حس نکنیم. اگر بالفرض کردیم ما خود ما غریب حس کنم، کوشش میکنم که گپی را بزنم که موافق شریعت و موافق عمل مردم در تغییر شوه. ای دهن هر چیز را فورید بگوی، هر کار را فورید کردی، این از شعور مسلمانی نمیشوه. به همین خاطر عزیزان دل کوشش کنیم که در این دنیا طوری که پیغمبر گفت خودتون غریب حس کنیم و هر لحظه و غنیمت بدونیم. چه وقت توبه باشه، چه وقت عبادت باشه. با این انشاءالله به روزهای نزدیک قریب بگیم که 1.5 ماه بعد مونده است ماه مبارک رمضان شعله ور میشه به بالای مسلمان ها. مسلمان باید تیاری بینن تا رمضان دیگر کی مرده و کی زنده. الله متعال همه من شما را هدایت برای حفظ کنه، توفیق عمل کردن بر این حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بگردونه و علل خصوص این مردم غریب فلسطین رو که از دست این صهیونیستای ملعون خونخوار که
روز ندارند، به خانه و به در شدند. پروردگار اگرچند ما گناهکاریم، طفل‌های اونها بیگناه هستند. پروردگار مهربان به حال اونها رحم که چگونه موسی کلیم تا از چنگ فرعون ظالم نجات دادی. این مردم غزه و مردم فلسطین، پروردگار از دست این صهیونیستای خونخوار نجات بده. پروردگار این صهیونیستای ملعون را و اون کافرایی که اون صهیونیستا را کمک میکنند، اون مردم بیگناه را زیر شکنجه عذاب دادن، پروردگار مهربان عذاب خطا به بالای اونها بیار. و پروردگار ما مسلمان ها را توفیق ایمانداری در راه راست هدایت بده، عقیده صحیح الله متعال به هر یک من شما نصیب و روزی بگرداند. و همه مردم مسلمان روی دنیا را پروردگار را توفیق عمل صالح، اخلاص و محبت، پیروی به قرآن و به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نصیب و روزی بگرداند. و زندانیای ما را الله آزاد بگرداند، قرضدارای ما را از قرض خالی بگرداند، به فرزندان را فرزند صالح صالحه نصیب و روزی بگرداند. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين برحمتك يا ارحم الراحمين.